میشد نمیدونستم کاری بکنم، فقط دعا میکردم، صدقه میدادم، پیش چند شیخ رفتم، مفسر احلام رفتم تا خواب من رو تفسیر بکنن، اما من بازم از تفسیر خواب اونها راحت نبودم، قانع نشده بودم. آرزو میکردم کاش که این خوابها یک خوابی باشه، فقط یک خواب بیهوده‌ای باشه، این کابوس تمام بشه و کاش این در قبرش واقعا عذاب نمیبینه. این آرزوی من بود، عذاب نبینه. خلاصه بعد از چند روز دوباره خواب برگشت. دوتا انسان بزرگ با جسم سنگین بزرگ او را میکشیدن در یک جایی بسیار دور که همه جمجمه ها ریخته و مردم دارن عذاب میبینن، اون هم با اونها عذاب میبینه. در گوشش یک چیزی مانند جرم، مانند خونین چرکین میریختن، الله شما را حفظ بکنه، که از این گوش میریختن از گوش دیگه بیرون میرفت، بلکه به این اندازه کفایت نمیکردن، سیخ آهنی داغ از گوشش وارد میکردن در گوش دیگهش خارج میشد. دستش داغ و دستش کلن از عذاب و آتش بر دستش کلن علامتش مشخص بود که خیلی عذاب داده بودنش. و الله را گواه میگیرم، گوش بکن، میگه الله را شاهد میگیرم، گواه میگیرم که من هرچی میگم درست، این خوابم این واقعا در خواب میبینم. سوال کردم که فلانی چی شده؟ چرا این همه عذاب؟ تو که انسان خوبی بودی، تو که با پدر مادرت خوب بودی، تو که نماز میخوندی، چه گناهی کردی که مستحق این همه عذاب هستی؟ چه گناه بزرگی مرتکب شدی؟ بگو. بالاخره بعد از مدتی جواب داد، گفت که ترانه ها فلانی، ترانه ها. از روزی که در قبرم گذاشته شدم من عذاب میبینم، قبرم گودال آتش شده به سبب ترانه ها و گناهان جاریه‌ای که بعد از مرگ من میاد. من یک روز خواب استراحت نداشتم، در قبرم راحتی ندارم، همش عذاب است و عذاب است. در گوش من از مواد مذاب و چرکین و آب داغ و چیزها میریزن، دستانم را میسوزانن، روز شب دارن منو عذاب میدن به خاطر این گناهانی که من کردم، گناهان جاریه‌ای که برای خودم جمع کردم. میگه من فقط این از کلام او، از حرف او، این فقط یادم میاد. و بعد دوباره دیدم ملائکه رو میکشن عذابش بدن. الله را شاهد میگیرم که من دروغ نمیگم. شکلش خیلی وحشتناک بود، خیلی شکل وحشتناکی، آوازش، ناله های دردناکش خیلی دردآور بود. این کابوس حتی در بیداری مرا ترک نمیکرد. فهمیدم که سبب همه این عذابش اون ترانه هاست، اما نفهمیدم منظورش چیه، که گناهان جاریه چیه. تو فکر بودم خدایا چه کار کنم، هر چی فکر میکردم در ذهنم مشغول بودم، این خواب از ذهن من پاک نمیشد. یادم اومد که دوست من در سال 2014 یک اینستاگرام، یک حسابی باز کرده بود برای خودش، که در اون اینستاگرامش کلیپ های ترانه و کلیپ های نمیدونم ترانه و موسیقی و این کلیپ ها میگذاشت. رفتم دنبال حسابش پیدا کردم، اما فکر کردم، گفتم آیا فقط این سبب عذابش همینه؟ نگاه کردم که در زیر کلیپ های ترانه و این کلیپ های مبتذلی که میذاشته مردم میان لایک میکنن، تعداد لایک ها داره میره بالا، فالوورزش داره بالا میره، و این بنده خدا فوت کرده، اونها هیچ کدوم نمیدونن که فوت کرده. روز به روز داره کسانی که دارن کلیپ ها نگاه میکنن، تماشاگرها داره زیاد میشه، فالوورز زیاد میشه، لایک ها بیشتر میشه، و اون در قبرش خوابیده. دلم درد اومد، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. از این همه انسان هایی که دارن فالوش میکنن، از این گناهی که در پروندهش ضبط میشه، فهمیدم کلمه‌ای که داره تکرار میکرد گناه جاریه. حیران شدم چه کار کنم، من که نمیتونم، پاسورد بلد نیستم، ایمیلش نمیدونم. خیلی به فکر رفتم خدایا چه کار کنم. اینقدر 3 روز با خودم فکر کردم تا بالاخره الله در ذهن من آورد که من برم یک کسی که متخصص هکره که حساب را هک میکنه پیدا کردم. رفتم باهاش صحبت کردم، در مقابل مبلغی حسابی را هک میکنن. وقتی از داستان دوستم شنید، گفت من به خاطر الله اون حسابش را پاک میکنم، حذف میکنم. 24 ساعت نشد که اون هکر اومد حسابش را هک کرد، تمام پست